هیچ وقت زندگی کردن باهاشون برام عادی نمیشه و هر لحظه ترس همراهمه، برخلاف چیزی که آرزوشو داشتم. من سوگندم و 45 سالمه و مشهد زندگی میکنم. از بچگی خیلی دوست داشتم موجودات ماورایی رو ببینم تا بتونم باهاشون ارتباط بگیرم و حرف بزنم و ازشون کمک بخوام، چون شرایط زندگی خیلی خوبی نداشتم و حس میکردم حضور اونا میتونه کمکم کنه. از طرفی هم جرأت سراغش رفتن رو نداشتم و فقط هر شب قبل از خواب فکر میکردم به این که یکی هست و کمکم میکنه. زمان گذشت و بزرگتر شدم و تو سن 20 سالگی ازدواج کردم. بعد از اینکه چند سال از ازدواجمون گذشته بود، خونه جدیدی خریدیم. خونه‌ای که میخواستیم بخریم توی یه آپارتمان بود که هر طبقه 2 واحد روبروی هم داشت و اون خونه یه دختر پیرمرد پیرزنی بود که واحد روبرویمون زندگی میکردن. همه چی خوب بود تا اینکه حس میکردم کسی جز من و همسرم و دختر کوچیکمون توی خونه است. در حدی بود که هر چند روز صدای قدم زدن توی خونه میشنیدم. وقتایی که تنها بودم ولی هیچ کس نبود و با خودم میگفتم شاید صدای همسایه هاست. اما کم کم اتفاقات بیشتر از صدای پا شد. گاهی خوابهای عجیبی میدیدم که یه فردی با چهره کریه و زشت به سمتم می اومد و یه خبری بهم میداد. مثلا مادر بزرگت قراره بمیره و روز بعد از صدای زنگ گوشی بیدار می شدم و خبر فوتی بهم میدادن. خیلی ترسناک بود و متوجه نمی شدم چرا همچین اتفاقاتی میفته و انقدر شدید و عمیق حسشون می کنم و ثانیه‌ای به ذهنم خطور نمی کرد که به خاطر خواسته خودم در تمام عمرم بوده باشه. یه روز شدید حس سنگینی رو روی قفسه سینه‌ام پیدا کردم، جوری که انگار نفسم داشت بند می اومد و همه جا جلوی چشمم تار و سیاه شد و یهویی سنگینی برداشته شد و آروم شدم و دقیقاً چند دقیقه بعد صدای جیغ و گریه زاری همسایه کناری بلند شد. پدرشون فوت کرده بود، همون مردی که خونه رو ازش خریدیم، و از اون روز به بعد همه چی خیلی واقعی تر و جدی تر شد و تأثیرشو داشتم روی دخترمم میدیدم. صدای قدم ها روی پارکت ها خیلی واضح تر شده بود و هر شب بلا استثناء میشنیدم صداها رو و دخترمم میشنید. کابوس هام و الهامات خیلی بیشتر شده بود و چند ساعت قبل از یه اتفاقی کامل متوجهش می شدم و انگار یه صدایی کنار گوشم می گفت. به جای رسیده بود که شبها چشمهایی رو می دیدم که از لای در نیمه باز کمد خیره است بهم، یا نیمه شب می دیدم سایه‌ای توی چارچوب در ایستاده و خیره است بهم و وقتی جیغ می کشیدم غیب می شد و این اتفاق بارها پیش می اومد. یه روز ظهر خواب بودم و با شنیدن صدای پایی رو موکت بیدار شدم. چشمام رو بسته نگه داشتم. فکر می کردم شوهرم اومده خونه و میخواد من بیدار نشم و آروم کاراشو انجام بده. یکم که گذشت صدا هی بیشتر شد و آروم چشمامو باز کردم و دیدم سایه‌ای گوشه چشمم حرکت کرد. آروم آروم چرخیدم و دیدم فردی با موهای بلند طلایی روی تخت پشت به هم نشسته و موهاش روی تخت ریخته و آروم چرخید سمتم و صورتش رنگ پریده و سفید بود و تا نفس عمیقی کشیدم و میخواستم جیغ بزنم غیب شد.
کل بدنم میلرزید و نفس نفس میزدم از ترس. باور نمی کردم چی دیدم و فکر می کردم همیشه آخر شب میان سراغم، اما کم کم داشت توی روز هم خودشو نشون میداد. کم کم اتفاقات بد هم وارد زندگیم شد، از تصادف و مریضی گرفته تا پسرفت و ضرر شدید توی کارم. با یکی از دوستام حرف می زدم و براش تعریف کردم و قرار شد با هم بریم پیش دعانویس. با هم رفتیم پیش دعانویس و اول دوستم شروع به صحبت کرد و درباره مشکلش که بچه دار نمیشد گفت و من کل مدت یه گوشه توی سکوت نشسته بودم و یهویی دعانویس برگشت سمتم و گفت میدونستی موکل داری؟ با تعجب نگاهش کردم و گفت چیزی نمیبینی؟ خواب ببینی؟ بهت الهام بشه؟ یا کسی رو توی خونه ببینی؟ با ترس تایید کردم و گفت خب همون نشونه موکل داشتنه. و بدون اینکه به هم زمانی برای سوال پرسیدن بده چرخید و با دوستم مشغول صحبت شد و من رو توی شوک تنها گذاشت. بعد از چند دقیقه که من رفتم حرف بزنم بدون چیزی گفت موکلت خوبه، قصد آزار و اذیت نداره و میخواد ازت محافظت کنه. لبخندی زدم و براش تعریف کردم اتفاقاتی که برام اخیراً افتاده رو و گفت احتمال زیاد کسی برام دعا گرفته تا پیشرفت نکنم و زندگیمو خراب کنه. وقتی از پیشش برگشتم خونه کل خونه رو گشتم و چیزی پیدا نکردم و یهویی حس کردم کسی بهم گفت کیف پولم رو چک کنم و وقتی چک کردم کاغذ دعا رو توی کیفم دیدم و سریعا توی آب روان انداختم تا باطل شه. یه شب دیر وقت از خونه که چند کوچه با خونه ما فاصله داشت با دخترم داشتیم برمیگشتیم و نزدیک خونه بودیم و ته کوچه دیدم دختر لاغرندام و قد بلندی وارد کوچه شد و ایستاد و خیره شد به ما. دخترم با ترس گفت میبینیش؟ گفتم میبینم. قد خیلی بلند و پاهای خیلی لاغری داشت و خیره به ما سرش رو روی شونش خم کرد و حس کردم بهمون لبخند زد. با سرعت کلیدم و در آوردم و به لحظه ای ازش چشم برداشتم تا کلید بندازم. کمتر از 10 ثانیه طول کشید ولی دیگه دختر اونجا نبود. با ترس با دخترم وارد خونه شدیم و بعد از اینکه مطمئن شدم دخترم خوابیدم. صبحش دخترم تعریف میکرد که تمام مدت یکی داشته به شیشه ضربه میزده، انگار میخواسته بیاد خونه. همین که با دخترم داشتیم توی اتاق حرف میزدیم صدای پیانو بلند شد، انگار کسی داشت پیانو میزد و وقتی رفتیم توی حال پیانو خود به خود ازش آهنگ پخش میشد. با ترس دخترم پیانو را از برق کشید و وقتی روشنش کرد و تمام موسیقی های ضبط شده را تست کرد هیچ وقت دوباره اون صدا را نشنیدیم. با شوک جفتمون به هم نگاه میکردیم و باورمون نمیشد چه اتفاقی افتاده. همون روز عصر با شنیدن صدایی از راهرو به سمت راهرو رفتم. هیچ کس توی راهرو نبود، اما چراغ راهرو روشن شده بود و یه پسر بچه با صدای بلند میگفت خاله نمیخوای بذاری بیام تو؟ خاله خواهش میکنم من ترسیدم، خاله لطفاً بذار بیام تو. اما هر جا رو نگاه میکردیم کسی نبود و چراغ راه را هم یه ثانیه‌ای خاموش نمیشد و اون صدا مداوم برای 20 دقیقه بود و بعد خیلی یهویی چراغ خاموش شد و صدا هم قطع شد.
توی شوک اتفاقی بودم که افتاده و با دخترم با شوک به هم نگاه میکردیم. همسرم باور داشت همه اینا چرت و پرت و دروغه و جفتمون توهم زدیم. شب همون اتفاق همسرم زودتر رفت بخوابه و من و دخترم مشغول حرف زدن بودیم که با صدای جیغی که شوهرم کشید با ترس دویدیم توی اتاق. شوهرم به گریه افتاده بود. میگفت یه موجود ترسناکی نشسته روی سینش و میخواسته بکشش. من و دخترم با خنده بهش میگفتیم دیدی وجود دارن؟ حالا بهت ثابت شد؟ و کلی اذیتش کردیم. ولی شب بعد نیمه شب بود و چشمامو باز کردم. دیدم همسرم خم شده روی تخت. تو چشام خیره است، ولی از یه چیزی مطمئن بودم که اون شوهرم نیست. چرخیدم و وقتی دیدم شوهرم کنارم خوابه بلند جیغ کشیدم و اون کسی که با چهره شوهرم بالای سرم بود بلند خندید و کمی عقب رفت. شوهرم با ترس از خواب بلند شد و پرسید چی شده، ولی فقط ازش دوری میکردم و جیغ میزدم و گریه میکردم. با عجله شوهرم بلند شد تا برام از آشپزخونه آب بیاره و همون لحظه اون چهره دیگه بهم لبخند دوباره زد و همزمان با خارج شدن شوهرم از اتاق اون جن هم از اتاق خارج شد. تا صبح خوابم نبرد و صبح با دخترم حرف میزدم و گفتم متوجه شدی دیشب جیغ زدم؟ دخترم خنده‌ای کرد و گفت آره، جنی که بابا دیده بود اومده بود سراغ تو. لبخندی زدم و تعریف کردم و دخترم بعد از چند دقیقه سکوت کرد و گفت آره، من دیدم یه سایه از اتاقتون خارج شد. فکر کردم باباست، اما همزمان با خارج شدن سایه بابا اومد توی اتاق و فکر کردم توهم زدم، ولی واقعی بود. و جفتمون با خنده به هم نگاه کردیم. ولی هم من غرق ترس شدم هم دخترم چهرش پر از ترس شد. چند سال با همین منوال گذشت و دیگه این اتفاقات جز اتفاقات طبیعی خونه شده بود. صدای پا و شنیدن و دیدنشون و حتی شنیدن صداشون که با همون حرف می زدن، گم شدن یا شکستن وسایل، همه اینا عادی شده بود. برای دخترم طبیعی بود، اما من هر دفعه می ترسیدم و ساعتها ذهنم درگیرش بود. یه روز اشتباهی زنگ خونمونو زدن و وقتی چک کردم دیدم از بیمارستانه و با واحد روبرویی کار داشتن. در رو براشون باز کردم و رفتن خونه واحد روبرویی و بعد از چند دقیقه از خونه خارج شدن. من تو اتاقم نشسته بودم، همسرم توی حال و دخترم تو اتاق خودش مشغول فیلم برداری از خودش بود. صدای دویدن کسی روی پارکت ها رو شنیدم و فکر کردم شوهرم داره میاد توی اتاق، ولی وقتی سر بلند کردم هیچ کس نبود. با تعجب نگاه کردم و دوباره صدای دویدن شدید رو شنیدم و همسایمون بلند جیغ زدن و گریه زاری که مادرشون فوت شده بود. بعد از دقایقی که پیش همسایه بودیم و دلداریشون دادیم پیش دخترم رفتم و گفتم من قبل از اینکه بفهمن فوت شده صدای دویدن شنیدم. دخترم خنده‌ای کرد و گفت برای همین اومدی اونجوری نگاهم کردی؟ با تعجب نگاهش کردم و گفتم من کل مدت روی تخت نشسته بودم. دخترم چشماش گرد شد و گفت ولی اومدی نگام کردی و فقط سرت مشخص بود و موهات تا پایین ریخته بود. مامان تو که موهات کوتاهه، ولی اون داشت نگاه هم میکرد و موهای بلند مشکی داشت و بعد دوید و رفت. با دخترم با ترس به هم نگاه میکردیم
و هر دومون چشمامون از اشک پر شد و سعی کردیم فراموش کنیم چه اتفاقی افتاده. و همچنان تا همین الان که شما دارین این حرفای منو میشنوین، ما باهاشون سر و کله میزنیم و نمیدونم اینها کارهای موکلمه یا روح صابخونه است. صرفاً براتون تعریف کردم که بدونین تجربه کردن و دیدن و حس کردنشون خوب نیست و میتونن کلی اذیتتون کنن و باعث حال بد و درگیری ذهنیتون بشن. دنبالشون نباشین. خب دوستان، مرسی که تا اینجای داستان با ما همراه بودین. لطفاً با لایک و کامنتاتون از ما حمایت کنید و در کانال ما عضو بشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.